به نام خدا. حکایت آن که طفل خود را میزد، از مثنوی مولوی. روزی بود و روزگاری بود. در زمانهای قدیم روزی مردی از کوچه‌ای میگذشت. ناگهان صدای گریه ها و ناله های کودکی را شنید. خوب که گوش کرد فهمید که صدا از خانه‌ای در آن نزدیکی می آید. خواست بگذرد و برود، اما ناله های آن کودک چنان سوزناک بود که دل مرد به رحم آمد. جلوتر رفت. خانه ای را که صدای گریه کودک از آن می آمد یافت. در باز بود. نگاه کرد، دید که مردی کودکی را با ترکه کتک می زند و فریاد کودک بر هوا بلند است. دل مرد به رحم آمد و فریاد زد: ای مرد، چرا آن طفل بیگناه را می زنی؟ چگونه دلت می آید که آنگونه ترکه بر پا و پشت او بزنی؟ آن مرد از زدن کودک ایستاد و گفت: تو چه می گویی ای رهگذر؟ پرسیدی که من چرا این کودک را می زنم، ولی من اصلا این کودک را نمی زنم. مرد رهگذر گفت: چرا دروغ می گویی و بیراه می روی؟ صدای ناله های این کودک حتی به کوچه هم می آمد. من با این دو چشم خویش دیدم که داشتی او را بیرحمانه با ترکه می زدی. آن وقت می گویی که اصلا او را نمی زدی؟ مرد لبخندی زد و نگاهی مهرآمیز به کودک انداخت. سپس رو کرد به رهگذر و گفت: نه، تو اشتباه می کنی. من اصلا این طفل را با ترکه نمی زدم. تو حتما چشمت به خطا رفت. رهگذر از حرف آن مرد به فکر فرو رفت. تا کنون به چنین نکته‌ای نیندیشیده بود. مرد ادامه داد که گوش کن تا روشن‌تر بگویم. رهگذر از شنیدن حرفهای مرد به فکر فرو رفت و فهمید که او راست میگوید و کودکش را نمیزده. مرد ادامه داد: آری، من کودکم را نمیزنم. من او را چون دوست میدارم، خوی بدش را میزنم تا از او دور شود. دوستان عزیز، از این که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و نظرات قشنگتون از ما حمایت کنید. خوشحال میشیم ما رو به دوستانتون معرفی کنید. خوش باشید.